خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما و شما در سوره اعراف آیت 182 ایره خواندیم. والذین کذبوا بآیاتنا، کسانی که تکذیب کردن با آیات ما، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اینا را استدراج میدیم به شکلی که اینا نمیفهمن. و ایرم گفتیم که استدراج سه کلمه هست. یکی استدراج معجزه هست، یکی کرامت هست و یکی هم استدراج هست. در عقیده اسلامی سه اصل است. معجزه برای پیغمبرها هست که چالش میده، به شکل چالش میه و کسی معجزه یعنی عاجز کننده، کس در مقابل از این مقاومت کرده نمیتونه، بنابراین عاجز میشن. اینا معجزه میگن. و کرامت اولیاء الله هست که این کرامت ها برای مسلمان ها داده میشه. و این کرامت مثل که برای بیبی مریم کرامت داده شده بود، ثابت است که وقتی در آیت قرآن میگه که وقتی زکریا علیه السلام پیشش میگه که خوراک های مختلف پیش ازی هست، بناهن میوه های مختلف است. زکریا علیه السلام پرسانش میکنه که من این لک هذا، از کجا شدی برای تو اشتو؟ باز میگه هذا من عند الله، هو من عند الله، هی از جانب الله هست. پس اینجا هست که چی میشه؟ اینجا کرامت بیبی مریم ثابت میکنه. و این کرامت هست که ما به شما حتی قصه شما گفتیم که همو یکی از مجاهدینی که کاکای من قصه کرد، در زمان روسا به شهادت میرسه و کلاشینکوف خدا میگیرته باشه و غوش خود بسیار محکم و میگه هر قدر ما کوشش کردیم 3-4 نفری دست از ایره اعلا کردن نتونستیم. خب حال میگه ایران مانیم. بالاخره میگه وقتی که امیر جهاد آمد، آستایی که در گوش ازی برش گفت که بچیم حال خود تو الله برات شهادت ده مبارک بکنن، صلاحیت اجازه بده که اینا بگیرن دیگرها جهاد بکنن. حالا اگر این قسمی با کم گرفته باشی، مثل که با یک زنده صحبت میکنی. و به این شکل میگه کلاشینکوف خود همی دیدیم که هم تو امیر جهاد وقتی که تو سلاح را گرفت، دیدیم نورمال ما 4 نفر را گرفتن نتونستیم، میگه هم تو نورمال گرفت شد. و یک مثالایی از کرامتی بود که الله متعال مثلا برای بعضی کسها این کرامت ها را برای اولیاء الله میده، چی در زندگی باشه یا چی بعد از مرگ باشه. الله متعال برای زنا بعضی از کرامت ها میده، لیکن این کرامت به دست خود از او ولی یا دوست الله نمی باشه. او از طرف الله هست برای یک کس میده. یک نفر است مثلا به شهادت میرسه، کرامتش است که بسیار وقت خراب نمیشه، بوی نمیده. اما یک کس دیگه در عین حادثه کشته میشه و او گنده میشه، بوی میگیره، این خوشبویی میده. و بعضی چیزهای هست که دیده میشه، اما به دست خود از این شخص نیست که بگه که مثلا خودش کارا میکنه یا چطور میکنه. نه، او برای یک کسی داده میشه. مثل که مثلا اصحاب کهف، ما شما در قصه اصحاب کهف میخوانیم که الله متعال برشان اما حالت داده بود که کسایی که میامدن در غار اونا را میدیدن، از وحشت از اونا نمیتونستن که در داخل غار با جسد از اونا یا با بدن از اونا کدام صدمه برسن. به هر صورت و سوم استدراج هست. ببینید کرامت هم یک امر خارق العاده هست برای یک کس مثل بیبی مریم. خوردنی های یک وقت که او وقتی وسایل مثل حال نیست، حال کرامت نیست، همون حال مثلا حال مملک زیاد چیز است، این میوه های یک مملکت و مملکت دیگه مثال ترانسپورت، اما در وقت از اونها یک کرامت بود. بنابراین بیبی مریم علیه السلام برش غذاهایی میامد و میوه هایی میامد که او وقتش نبود. وقتی که زکریا علیه السلام میدید میفته از کجا شد؟ میفته نه عند الله، از جانب الله هست. این هم کرامت است. و استدراج چی هست؟ استدراج هم بعضی اوقات به بعضی از کسها داده میشه برای دشمنای الله. این به خاطر از این هست که این یک بار باز الله ایره بگیره و هلاکش بکنه. مثلا بعضی از جادوگرها بعضی چالهایی دارن که حتی در دیوال بالا میشه.
بناء الله متعال میگه والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم، بر از اینا بعضی از امتیازات درجات میدیم که من حیث لا یعلمون، که اینا نمیدارن، و املی لهم، و برشان مهلت میدیم، ان کیدی متین، یقینا که الله متعال میگه که امو گرفتن ما و نقشه ما و برنامه ما که است این سخت استوار هست، بسیار متین است. چهارم صفت هوشیاری و دعوتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که اولم یتفکروا، آیا اینا تفکر نکردن که ما به صاحبهم من جنه، که صاحب از اینا مجنون نیستن. یعنی الله متعال از رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع میکنن وقتی که اونا دشمنای اسلام میگفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم مجنون است یا دیوانه هست، الله متعال گفت که صاحب از اینا کدام جنون نداره، ان هو الا نذیر مبین، بلکه او نذیر و پیغمبر است که آشکارا مردم از عذاب الهی و از سرنوشت بد میترساند. پنجمین نقطه اهمیت تفکر. عبادت، یکی از عبادات فکری تفکر است که انسان مؤمن باید تفکر بکنه در مخلوقات الله. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، آیا اینا نظر نکردن؟ چون اول انسان باید از نگاه مادی نظر بکنه در مسائل که دیده میشه، باز دوباره از او تفکر و تدبر میکنه. گفت آیا اینا نظر نکردن در ملکوت آسمان ها و زمین و ما خلق الله من شیء، و آنچه که الله اشیاء که خلق کرده، و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، اینا اگر فکر بکنن که آسمان های زمینی حادثاتی فلانی پس و چیزایی که الله خلق کرده به این تفکر انسان بکنه، این باز انسان به این میرسانه که انسان فکر میکنه که والا شاید اجل ما هم نزدیک باشه. مثلا وقتی ما شما ببینیم که خبر میشه که فلانی منطقه یک زلزله شد، به هزار نفر یک دفعه از بین رفتن. اینا ما باید متوجه از این نقطه باشیم که میشه همین زلزله سر ما شوه، و همین کسایی که همین دیشب خو میکردن، 9 بجه شب خو کردن، نان خوردن، صبح پلان ها داشتن، خبر نداشتن که 2 بجه شب زلزله میشه و این دخو هلاک میشه و نابود میشه و میره. این حالی امکان است که ما هم 2 بجه شب دخو باشیم تو یک زلزله به. پس این تفکر رمی است و عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، شاید که اجلشان وقتشان. فمیه حدیث بعده یومین، بعد از این دلایلی که بر از اینا گفته میشن، پس به کدام دلیل با کدام سخن باز اینا ایمان میارن؟ یعنی الله متعال برای انسانهای مؤمن و به غیر مؤمن دلایل زیادی رو بیان میکنه، و کسایی که ایمان نمیاره الله متعال میگه پس به کدام سخن اینا باز ایمان میارن. خب جزای دشمنای توحید در دنیا چی هست؟ الله متعال میگه من یضلل الله فلا هادی له، کسانی را که الله گمراه کرده باشه او را کس هدایت کرده نمیتونه. و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، این دشمنای خود الله در دنیا میگذاره که در سرکشی خود خوب غرق شوند، سرگردان شوند. چرا؟ اگر برای اینا فرصت داده نشه، باز اینا میگه که اگر ما فرصت میبود ما توبه میکردیم، خب یک گناه کردیم گرفتار شدیم. اما وقتی برشان گفته میشه که شما چندین سال متواتر ادامه براتون وقت داده شد توبه نکردین، این مشکل شما هست. هفتمین نقطه بیان امور مهم در مورد قیامت و علم قیامت. یسالونک عن الساعه، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم از تو سوال میکنن در مورد قیامت. این ساعت گفتن به خاطر اینکه قیامت، اینجا ساعه به خاطر چی گفته؟ در این هم یکی از گپای بسیار دقیقی هست که مربوط میشه به چی؟ به معجزه قرآن. اینجا ساعت گفته. ما شما بسیاری وقتا میگیم که روز قیامت، یوم القیامه، و خود در روز آخرت است، لکن لحظه که قیامت میشه، همون لحظه که قیامت میشه، این ما روز اینجا قرآن استعمال نکرده. میفهمین حکمتش چی است؟ حکمتش این است، اینجا گفته ساعت، یسالونک عن الساعه، همون ساعتی که قیامت میشه. چرا روز قیامت نگفت؟ چرا شب قیامت نگفت؟ به خاطر ازی که در دنیا قیامت وقتی که میشه در یک منطقه، در همون ساعتی که قیامت میشه در یک منطقه شب میباشه، در یک منطقه روز میباشه. پس این حال اگر قیامت در روز، اینجا باز یک سوال پیدا میشد. اما اینجا الله متعال با علم غیب خود که از همه چیز با خبر است، الله متعال میگه که یسالونک عن الساعه، تو را پرسان میکنن از لحظه‌ای که، همون ساعتی که قیامت میشه در یک جای روز باشه، در جای دیگه شب باشه.
ایان مرساها که او چه وقت چی هسته که او چه وقت است، وقت واقعیش چه وقت است. قول برشان بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم انما علمها عند ربی، لحظه قیامت علمش به نزد پروردگار ما هست، من معلومات ندارم. لا یجلیها لوقتها الا هو، او را آشکارا نمیکنند به وقتش مگر الله متعال، چون مربوط غیب است. لحظه قیامت ما که پیغمبرم هستن برای ما گفته نشدن، الله میدونه که کدام لحظه قیامت میشه. ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغته، این بسیار ثقیل هست لحظه قیامت. بالای آسمان ها و زمین چرا تکت تکه میشه کل چیز، زمین و آسمان و سیارات و نظام شمسی، اذا الشمس کبرت و اذا النجوم انکدرت، اینال زمین و کوه ها و اینا چیز. پس این بسیار ثقیل می باشه در آسمان ها و زمین. لا تأتیکم الا بغتة، همین لحظه نمیه مگر ناگهان، یک مرتبه قیامت میشه. یسألونک که انک حفی عنها، اینا از تو سوال میکنن مثل که تو از قیامت با خبر باشی. قل انما، برشان بفهمان که عددی است که عالم الغیب الله هست. پیغمبر خبر از غیب وقت میده که برش وحی شون، برای من همین موضوع وحی نشده. قل انما علمها، یقینا علم قیامت که است عند الله، به نزد الله هست. الله هست، عالم الغیب است و بسیاری غیبیات هست که او را حتی با وحی و پیغمبر خبر نمیده. برای من خبر ندارم، من علم غیب ندارم. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لکن اکثریت مردم اینا نمیدانن. هشتمی نقطه صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنن که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو بر زنا به خاطر از که در شخصیت تو افراط نکنن، امو جوانب انسانی خوده که تو یک انسان هستی، تو رسول هستی، تو بنده هستی، برشان بیان بکن. برشان بگو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من نفع و ضرر بر نفس خود مالکش نیستم، چون نفع و ضرر از جانب الله میاد. من نمیتونم که نفع و ضرر حتی برای خود برسانم الا ماشاءالله، مگر آنچه که الله بخواهد. بنابراین شما در قسمت من چی نکنین که من میتونم شفا بدم، من میتونم زنده بسازم، من میتونم بمیرانم. نه. ولو کنت اعلم الغیب لست اکثرت من الخیر، برشان بگو که اگر من غیب میفهمیدم باید بسیار چیزهای خیر میکردم. مثلا وقتی سر من مصیبت میامد، پیش از اینکه سر من مصیبت به، اگر من غیب میفهمیدم از اون جای مصیبت فرار میکردم. مثلا وقتی که سر خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا پلان جور میکردن که حمله بکنن، رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر ندارن، پلان قتلش دارن خبر ندارن و سر خانهش حمله میکنن، لکن الله متعال نجاتش میده. خب اگر من از غیب میفهمیدم میتونستم که بسیار نیکی ها را برای خود جلب بکنم و برای هر کس که مشکل میامد برش میگفتم، چون من علم غیب ندارم. و ما مسنی سو، برای من هیچ سختی یا مشکل برای ایجاد نمیشه، چون وقتی که علم غیب انسان بفهمه پس اون مشکل خدا پیش از پیش رفع میکنم. این انا من اسم الا نذیر، مگر ترساننده و پیغمبر، نذیر و بشیر که هم بشارت میتم و هم میترسانم. اما حق شما را خبر میتم و من نذیر و بشیر هستم. بر کی؟ بر قوم یؤمنون، بر کسایی که ایمان دارن. نهمی نقطه که بیان میکنه بیان مشکل شرک در خلقت مخلوقات. الله متعال مشکل شرک در خلقت مخلوقات بیان میکنه که شما نباید شرک بیارین در خلقت مخلوقات. هو الذی خلقکم، الله ذاتی است که شما را خلق کرده من نفس واحده، از یک نفس، و جعل منها زوجها، و از اینمی یک نفس همسرش هم خلق کرده، لیسکن الیها، تا که به همراهی از او سکون و آرامش حاصل بکنه. فلما تغشاها، وقتی که همین شخص با همسر خود یک جای میشه، حملت حملا خفیفا، یک نطفه که بسیار کوچک حمل میکنه. فمرت به، وقت دیر میشه. فلما اثقلت، وقتی که حمل بزرگ میشه طفل به 7 ماهگی و 8 ماهگی در بطن مادر میرسن. دعوا الله، این مادر و پدر میگه از الله دعا میکنن، طلب میکنن از ربهم، از ربشان، لئن آتیتنا صالحا،
اگر بر ما اولاد صالح بیتی لنکونن من الشاکرین، ما از جمله شکرگزاران می باشیم. فلما اتاهما صالحا، وقتی برشان فرزند صالح داده میشه، جعل له شرکا، باز این مادر و پدر مشکل چی می داشته باشن که به امرای الله شریک پیدا میکنه. چه قسم شریک پیدا میکنه؟ عالمی فرزند برزی وقتی که نطفه بود، بازی بالاخره علقه و مضغه و در شکم مادر تا 9 ماهی کلان شد. این کی برزی داده اولاده؟ این خب الله داده. بازی چی میکنه؟ نامزیر میمونه. سخی داد، حسین داد، محمد داد. محمد صلی الله علیه و سلم میتونه برای کس اولاد بده؟ اینی شرک هست که بسیاری کسا مبتلا به این میشن که صفت خالقیت الله را به مخلوق میتن، قدرت و عظمت الله را برای مخلوق میتن و با از الفاظ کفریش معلوم میشه که عقیده غلط داره و به شرک مبتلا هست. الله متعال میگه که وقتی بازی فرزند ما برش بدیم، بازی برای الله چی میسازن؟ شریکا میسازن. فیما آتاهم، در آنچه که برای اینا داده. الله برش اولاد داده، لکن این نسبت میده به مخلوق که مخلوق بر من اولاد داد، این مخلوق رو داد. همین شرک است که انسان در خالقیت الله، در شفا دادن الله، در افعال الله مخلوق شریک بسازن. فتعال الله متعال میگه الله بسیار عالی مقام هست، اما یشرکون، از آن چیزی که اینا شریک میسازن شرک میکنن. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، آیا اینا شریک میسازن مخلوق را که لا یخلق شیئا، و خود از اون چیز خلق کردن نمیتونه، و هم یخلقون، خود از اینا خلق میشن. حالا بسیاری از این مخلوقات خود از اینا چی میشن؟ خلق میشن. محمد صلی الله علیه و سلم مخلوق از خلق شده، سخی جان خودش مخلوق بوده خلق شده، حسین رضی الله تعالی عنه مخلوق بوده خلق شده، اولیاء الله مخلوق بودن خلق شدن، پیغمبران مخلوق بودن خلق شدن. برای نباید مخلوق با الله چی شود؟ شرک شود. جنها عین شکل جنها مخلوق هستن خلق شدن، ملائکه مخلوق بودن خلق شدن. برای نباید صفات الله را و افعال الله را بر از اینا بتن. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. این مخلوقات نه بر از اینا کمک کردن میتونن، حتی برای خود کمک کردن نمیتونن. ما و شما بسیاری وقتا میبینیم که همون کسی را که ما و شما بسیار دوست داریم، خودش یک دشمن میسر حمله میکنه و به شهادت میرسانه. علی رضی الله تعالی عنه را حمله کردن، به شهادت رساندن. یحیی علیه السلام پیغمبر بود، سرش حمله کردن، به شهادت رساندن. بسیاری پیغمبران را به شهادت رساندن. متوجه هستین؟ حتی به خود کمک کردن نمیتونن، در دیگران چطور میتونن؟ این اعتقادات است که انسان باید این عقیده خود از قرآن بگیره. ولا یستطیعون لهم نصرا. الله متعال میگه این کسایی را که اینا شریک میسازن، که اگر مجسمه ها هست، قبرها هست، اولیاء هست، پیغمبرها هست، جن هست، نباتات است یا هر چیزی که هست، اینا نمیتونن که برای اینا نصرت و کمک بکنن و حتی اونا بر نفسهای خود نصرت و کمک کردن نمیتونن. و باز الله متعال بیان میکنه به خاطر از اینکه عقیده مردم درست شه و میگه همین کسای معبودای باطل که شما عبادت میکنین، اگر قبر عبادت میکنین یا اگر مجسمه را عبادت میکنین یا اگر درخت عبادت میکنین، ان تدعوهم الی الهدى لا یتبعوکم، اگر شما این معبودای باطل به هدایتتان طلب کنید، که بگین بر ما هدایت بده، هیچ گپ زدن نمیتونن، هیچ بر تو راهنمایی کردن نمیتونن. سواء علیکم، بر شما مساوی است که ادعوتموهم، از این مجسمه چیز بخوای، اما تو سامیتون یا چوب باشی، او هم تو لق لق سل میکنه، او را ساختی و هیچ چیز کردن نمیتونه. ان الذين تدعون من دون الله، یقینا کسانی که شما بغیر از الله طلب میکنین، عباد امثالکم، اونا مثل شما بنده ها هستن. او هم در بند است. بنده چی معنی؟ یعنی خودش در یک بند گرفتار هست، خودش محتاج است، خودش ضرورت داره، خودش به خالق عذر میکنه، نیاز میکنه، عبادت میکنه. فدوهم، پس شما از اونا طلب بکنین، فلیستجیبوا لکم، بیا اجابت بکنه، بفرمایید برای بودتان طلب بکنین که چی براتون میگه، یا برین پیش از او قبر 200 چیخ بزنید ببینید که چی میکنه. این کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستین. اما دوستای حقیقی الله کی هست؟ الله میگه ان ولی الله الذی، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که یقینا دوست من، دوست رسول الله صلی الله علیه و سلم کی هست؟ میگه ان ولی، دوست من، الله هست، الذی نزل الکتاب، او ذاتی که کتاب نازل کرده، و هو یتولی الصالحین، و او ذاتی هست که اینمی صالحا را
دوست صالح ها هست، دوست مردم های نیک است. 12 نقطه بیان عدم استطاعت معبودان باطل. باز هم الله متعال بر از اینا دلیل گفته میره تا که اینا خوب انسان متيقن شود. والذین تدعون من دونه، او مخلوقات را که بغیر از الله شما طلب میکنین، عبادت میکنین، دست دعا برشان بلند میکنین، لا یستطیعون نصرکم، اونها بر شما نصرت کرده نمیتونن، ولا انفسهم ینصرون، و نه هم ینصرون، و نه هم به نفسهای خود کمک کرده میتونن. و ان تدعوهم الی الهدی، اگر اینا شما از اونا هدایت بخواین، طلب بکنین، لا یسمعوا، اینا نمیشنون. و تراهم ینظرون الیک، میگه سعی که همون مجسمه را که شما بر چشمات را ساختین، او به طرف شما متلق سیل میکنه. و هم لا یبصرون، در حالی که نمیبینن. یعنی مجسمه هست دیگه، لق سیل میکنه، تو فکر میکنی سلمان سیل میکنه، اما او میگه نمیبینه. از کجا شد عقلتان، کجا شد فهمتان، کجا شد علمتان، کجا شد دانشتان؟ چرا اینقدر مصروف همین بیعقلی هستین؟ مشکلی هست که بسیاری کسایی که حتی در هندوستان وقتی ما رفتیم دید که مثلا یک نفر در مسائل ساینسی و ارتوپدی و در طب و در این گپا بسیار عقل خود کار میره، اما در مسائل عبادت که باز میبینیم در پشت سر کله خود یک دانه عکس انسان انداخته که بینیش از فیل است، یا یکی دیگر ببینید که بسیار کلان دکتر است، ما سعی کنیم مصروف است برای یک شادی عبادت میکنه، برای یک مجسمه. الله متعال میگه که شما حداقل این مسئله باید عقلتان اصل اساسی است، در اینجا عقل برتان الله داده، از عقلتان کار بگیرید. الله متعال اوامر خدا بیان میکنه، میگه خذ العفو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو نیکی را در پیش بگی، راه نیک، عقیده درست، عبادت درست، اخلاق درست، روابط اجتماعی درست، این در پیش بگی. و امر بالعرف، و امر بکو به نیکی، و اعرض عن الجاهلین، از جاهلایی که معقولانه زندگی نمیکنن از اینا اعراض بکن. و اما ینزعنک من الشیطان نزغ، اگر کدام وقت وسوسه‌ای از شیطان بر تو میرسه، فورا چی بگو؟ فاستعذ بالله، پناه به الله بکن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انه یقینا الله متعال سمیع، شنوا هست، و علیم، و بسیار با علم است. اهل حق و اهل باطل هر کدامش صفات خاص خود دارن. ان الذين اتقوا، اهل حق چی صفت دارن؟ صفتشانی است که ان الذين اتقوا، که اینا اهل حق متقیانی هستن که اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی که برشان یک وسوسه از شیطان میرسه، تذکروا، فورا یاد میارن الله را، به یاد خود میارن، برنامه‌های شیطان را به یاد میارن، وسایل نجات از شیطان نجات میارن. فاذا هم مبصرون، باز این وقت اینا بسیار بینا و آگاه می باشند. و اخوانهم یمدونهم فی الغی، اما شیطان ها که است و چی عادت دارن که برادرایشان همکاری میکنه برشان در چی؟ در زشتی ها. ثم لا یخسرون، باز در رفتن در راه باطل کوتاهی نمیکنن. و اذا لم تأتهم بآیة، اگر برشان کدام دلیل بیان نکنی، قالوا، بازی اهل باطل چی میگن؟ لولا اجتبیتها، چرا برای ما حق نمیگین؟ قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، برشان بگو که من متابعت از او چیزی میکنم که از جانب پروردگارم برای ما وحی میشه. هذا بصائر من ربکم، آنچه که در این قرآن و سنت بر شما میگم، این راه بصیرت و راهنمایی است از جانب پروردگارتان، هدایت است و رحمت است برای کسایی که ایمان میارن. خب آن دیگه چی هست؟ میگه وقتی که انسان مسلمان، صفت مؤمنین الله تعلیم میده که انسانایی که اهل حق هستن در وقت قرائت قرآن، در وقت شنیدن قرآن چی عکس العملی باید داشته باشن. الله متعال میگه و اذا قرئ القرآن، وقتی که قرآن تلاوت میشه، فاستمعوا له، شما به او گوش بدین، و انصتوا، خوب خاموش باشین، لعلکم ترحمون، بنابراین در وقت تلاوت قرآن گوش دادن و شنیدن یک وجیبه ایمانی هست و سبب چی میشه؟ سبب رحمت الله میشه برای انسان.
لعلکم ترحمون، شاید که شما مستحق رحمت الله باشین. یعنی در مقابل قرآن نباید بیادبی بکنی که اونجا قرآن تلاوت میشه تو گپ بزنی یا قصه بکنی یا متوجه نباشی یا خاموش نشی. این بیادبی ها در مقابل قرآن نکنین که از رحمت الله ناامید میشین. 16 هم این است که آداب ذکر چه قسم است. مثلا وقتی انسان عبادت میکنه هر چیز ادب خاص خود داره، شنیدن قرآن، تلاوت قرآن، خاموشی در مقابل تلاوت قرآن، گوش گرفتن قرآن و ذکر هم آداب خود داره. واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه. الله متعال میگه پروردگارت که خبر داری که عالم هست، سمیع هست، بصیر است، عالم الغیب است، خبیر است، لطیف است، از ذرات و حرکات قلب تو با خبر است. وقتی که یاد میکنی ایره پیش خود فی نفسک، در نفست یاد بکن، تضرعا با بسیار عاجزی و خیفتن و در حالت بسیار آهستگی و دون الجهر من القول، بسیار صدایت بلند نکو، چیغ نزن در وقت ذکر کردن و عبادت، بالغدو و الآصال، در صبح و شام، هر وقتی که تو عبادت میکنی با تضرع و خاموشی. اذکار صبح هست، اذکار دیگر است، صباح و مسا. قرار بشی در جای ششته اذکار الله را بکن. ولا تکن من الغافلین، از جمله غافلان نباش. امام بخاری رحمه الله در حدیث صحیح بخاری هست، از ابی موسی اشعری رضی الله عنه روایت میکنه میگه کنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه ما در یک سفر همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم بودیم. فکنا اذا اشرفنا علی واد، میگه وقتی که به یک وادی بلند میشدیم، حللنا، بلند میگفتیم لا اله الا الله، و کبرنا، و بلند میگفتیم الله اکبر. ارتفعت اصواتنا، صداهای ما بلند میشد. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که یا ایها الناس، مردم، اربعوا علی انفسکم، سر نفسایتان رحم بکنین. فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، شما اتزاتی را که او ناشنوا باشه یا غایب باشه او را شما دعا طلب نمیکنین. شما خود ذات با عظمتی که امرای شماست، انه معکم انه سمیع قریب، میشنوه و قریب هست، از شارک گردن هم بر تو نزدیک هست و صداهای قلب تو را میفهمه. چرا چیغ میزنی و صدایت بلند میکنی؟ تبارک اسمه و تعالی جده، با برکت است نامش و بسیار عالی هست مقامش. پس این تطبیق عملی امی آیت قرآن است که الله را ذکر بکنین، در ذکرتان دو ادب مراعات بکنین. تضرع که بسیار عاجزی باشد، دستا و پایا و سرتان حرکت نکنه، و خفیه باشه یعنی بسیار خاموش. سبحان الله و الحمد لله. بعضی اذکار باز بلند است که مثلا اذکاری که مثلا در نماز مثلا تلاوت قرآن میکنیم او حکم الله هست، اما اذکار عادی که ما الله را یاد میکنیم، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر، این باید به اون شکلی که امر الله هست انسان با عاجزی و با خفیه. و همین قسم در جمله بنده های موحد اهل توحید ملائکه هم هستند. ملائکه چی صفات دارن؟ ان الذين عند ربك، کسانی که به نزد رب تو هستند، لا یستکبرون عن عبادته، با وجود که بسیار بزرگ هستند، بسیار مقام عالی دارن، لکن هیچ وقت از عبادت الله تکبر نمیکنن. و یسبحونه، ملائکه هم به الله تسبیح میکنن، و له یسجدون، بر الله سجده هم میکنن. این صفات اهل توحید از ملائکه هستند که ما شما پس انسان مسلمان باید همین قسم صفات اهل توحید در وجود خود داشته باشند.